بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله رب العزت ذات بسیار عظیم و بسیار بزرگ و بسیار مقتدر و توانا است. خدایی که همه این موجودات را آفریده است، زمین را با این عظمت و با این بزرگی، با این گستردگی که 8 میلیارد انسان تنها بر این زمین زندگی می کند. چقدر مخلوقات دیگر، چقدر حیوانات، چقدر دام، چقدر درنده، چقدر حشرات و موجودات زنده که زنده هستند. چقدر این زنده ها زیادند. این همه موجودات را الله آفریده است. این کره خاک را با این گستردگی، کره خاکی را با این گستردگی، با این دریاها، با این کوهها، با این جنگلها و درختان، با این گیاهای مختلف الله سبحانه و تعالی آفریده. او ذات که همه این جهان را آفریده و خالق همه موجودات است، خالق جن و انس و فرشته و ملائکه است. چقدر او ذات عظیمی، چقدر او ذات بزرگه. عظمت الهی، بزرگی الله را بشینیم و من و شما فکر کنیم و خدا را میخواهیم بشناسیم. این خلقت و مخلوقات او را نگاه کنیم که با چه حکمت، با چه ظرافت، با چه دانایی این اشیاء را آفریده. اگر ما هم یک فقط موجود که انسانه و انسان یکی از موجوداتی است که الله آفریده، اگر روی خلقت تنها انسان ما فکر کنیم که انسان در وجودش چه داره و چه چیزهایی در وجود انسان الله آفریده که به عنوان یک موجود گویا، به عنوان یک موجود شنوا، به عنوان یک موجود عاقل
خصوصا که به نعمت عقل داده، نعمت فکر داده، نعمت علم و دانایی و دانش داده. روی این فکر کنیم و روی موجودات دیگر اگر ما هم فکر کنیم سبب میشه که ما در مقابل خدا کرنش بکنیم، در مقابل خدا عاجزی بکنیم، به سجده الله بیفتیم، به تعظیم الله بیفتیم و این موجودات را، نعمتها را که الله آفریده و نعمتها را به غفلت نخوریم. ببینیم سر سفره ما چه چیزی الله تعالی آورده و بر سفره ما چه چیزی موجود هست، چه غذاهای لذیذ، چه غذاهای مقوی و چه غذاهای خوب، چه میوه ها الله بر سر سفره ما آورده، چه لبنیات و شیر و حیواناتی که شیر دهند، چه گوشت های که نیاز بدن ما، همه اینا نیاز بدن ما سر سفره ما آمده. و وقتی که ما روی اینها فکر کنیم عزیزان من میرسیم به این که الله بسیار عظیم، الله بسیار مقتدر، چگونه این جهان را اداره میکنن، بیداران، از خواب پاکن، از غفلت پاکن، از فراموشی پاکن. اینا عرضه هایی که ما داریم، الله از همه عوارض مخلوقات پاک بیداره، شنوایی و تمام دنیا را فرا گرفته، همه صداهای دنیا را هر لحظه میشنود، همه موجودات دنیا را هر لحظه میبینه، ریزترین موجودات را که دوربین ها نمیتوانن اونها را ببینن، ذره بین ها نمیتوانن اونها را ببینن، الله میبینه. ویروس بسیار بسیار مخفی را در وجود انسان الله تعالی میبینه. همه اینا لشکر خدا، از لشکرهای الهی کرونا بود، ویروس کرونا که هیچ کسی او را ندید ولی الله او را میدیدی، لشکر بود الله تعالی فرستاد برای تنبیه بندگان، برای متنبه کردن بندگان، برای نشان دادن قدرت خودش، عظمت خود و نشان بده که شما در مقابل من عاجزی. باید تنها راه اینه که تسلیم پروردگار بشی و تنها راه اینه که ما تسلیم پروردگار بشی. همه چیز را میدانه در این عالم، در داخل کره خاکی، در داخل آسمان ها، در داخل دریا ها، همه موجودات برای اون نمایانند. حجاب جلوی دانش او نیست، حجاب جلوی دید او نیست، حجاب جلوی شنوایی او نیست. این خدای عظیمه و مقتدر و بزرگه که همه ما را خلق کرده و تا اینکه ببینه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا ببینه، آزمایش کنه چه کسی از ما بهتر عمل میکنه، بهتر و بهتر عمل میکنه و تا نگاه کنه که ما چگونه عمل میکنیم، عمل کرد ما چه هست. الله ما را برای آزمایش بشر، برای امتحان انسان ها را به وجود آورده تا ببینه چه اندازه رحم دارن، چه اندازه کرم دارن، چه اندازه مهربانن، چه اندازه اخلاق خوب را رعایت میکنن.
و چه کسی بد عمل میکنه چه کسی خوب و هم در دنیا میبینه و بعد همه ما که میمیریم به الله مراجعه میکنه و الله به بارگاه الله که میرویم الله تمام اعمال ما را میگوید که ما چه اعمال را انجام دادیم فینبئکم بما خبر میده از عمل کردتون. لحاظا باید اینجا بشر مواظب عمل کردش باشه، مواظب رفتارش باشه، مواظب کردارش باشه و وقتی که این بشر میمیره و فنا میشه و وفات میکنه بعد به بارگاه الله برمیگرده و الله اونجا خبر میده به انسان که عمل کردش چه بوده است. الله انسان ها را حساب میگیره روز قیامت در عالم برزخ و عالم قبر هم جزا هست، اونجا سزا هست، پاداش هست. به نیکی ها الله پاداش خیر میده، به گناه ها مجازات میکنه. روز قیامت عده کثیری را رسوا میکنه، مؤاخذه میکنه، میگیره و عده را پاداش میده. بستگی داره که ما چگونه در دنیا عمل کردیم، عمل کرد ما چگونه است. لہذا وقفوهم انهم مسئولون. روز قیامت همه ما مسئولیم، مورد سوال قرار میگیریم، باید پاسخ عمل کرده بعدمون را بدیم، پاداش عمل کرده نیکمون را به من میدن و تحسین میکنن از کسی که عمل کردش نیک باشه و عمل کردش صالح باشه و به عمل کرده خوب پاداش نیک میدن. روی همه باید فکر کنم، روی این مسئله فکر کنید. الله تعالی به انسان عقل داده برای آنه که انسان با عقلش فکر کنه و دنبال راه صحیح باشه، دنبال راه درست باشه و بهترین راه آنن که پیامبران آوردن در دنیا، این فرستادگان رب العالمین، فرستادگان ویژه پروردگار، صاحبان وحی، به کتابای آسمانی مراجعه کنیم. آخری کتاب قرآن عظیم الشأن، آخری پیامبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیام‌های آن حضرت را دریافت کنیم، پیام‌های قرآن را دریافت کنیم. واقعا کتاب انسان سازی است قرآن عظیم الشأن. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد ماهر، استاد فرزانه، استاد توانمند در ساختن انسان و در اصلاح انسان، در رساندن انسان به الله تعالی بهترین راه و طریق را عرضه کردن و به بشر راهنمایی کردن. و الله تعالی همه ما را توفیق بده که صحیح و درست فکر کنیم. این نعمتهای دنیا را هم برای من و شما الله آفریده و آخرت را و بهشت را هم الله تعالی برای بشر آفریده. و البته برای کسانی که از عقل کار نگیرند، از وحی کار نگیرند و از خدا غافل باشند، برای در آخرت برای اونها الله مجازات را قرار داده است.
همه ما را الله تعالی توفیق فکر صحیح عنایت کنه، همه ما را الله توفیق بندگی عنایت کنه. بهرحال در کشور ما همه ما شاهد هستیم و میبینیم که فضای کشور ما فضای اعتراضی هست و مردم ایران، زنان و جوانان و اقشار مختلف و گوناگون اعتراض دارند و اعتراضات 98 هم اعتراضات شدیدی بود، گرچه اعتراضات روی مسئله سوخت شکل گرفت ولی واقعا مسئله سوخت نبود، سوخت جرقه بود که مردم را به صحنه آورد، به خیابان آورد، ولی اصل مسئله سوخت نبود. شاید اگر اون جریان سوخت رخ نمیداد همه اعتراضات تاخیر میخورد، ولی یک روز بعد این اعتراضات شکل میگرفت و لحاظ اصل مسئله که در 98 مردم به صحنه آمدن و واقعا تلفات هم سنگینی دادن مردم و اعتراضاتی که امروز هم در فضای کشور ما هست همه اینا یکی هستند و همه نتیجه ناراضگی، مردم از وضعیت ناراضه، مردم از باید جستجو کرد که مردم چه میگن توی شعرهایشون. از شعرها مردم آزادی میخواهند، مردم عدالت میخواهند، شعر آزادی را سر میدهند، زنان هم فریاد آزادی میزنند، جوانان هم فریاد آزادی میزنند و طبقات مختلف فریاد آزادی را میدن. معلوم میشه که به صورت گسترده برای اقشار مختلف در فشار وجود داشته و مردم که فریاد آزادی را میدن، معلوم میشه که همه طبقات احساس میکنند که مشکل آزادی در کشور وجود داره، مشکل عدالت وجود داره، فریاد عدالت را مردم سر میدهند و همه طبقات معلوم میشه که این مشکل داشتن و این مشکل دارن و آزادی یک چیز بسیار مهمه که همانطور که انسان نیاز به غذا داره، همانطور که نیازها و ضرورتهای دیگر انسان داره، همینطور انسان نیاز به آزادی داره. و احساس میشه که تبعیض و نابرابری و فشار در حد گسترده در کشور ما وجود داشته است که این خیزش انجام گرفته، این اعتراضات انجام میگیره. مشکلات در حد گسترده بوده است. همین خود جامعه اهل سنت که بالاخره عضو از پیکره این ملت و عضو ناگسستنیه و همه اعضای کشور، همه قومیت ها، همه مذاهب، همه ادیان موجود، هر یکی یک عضوی از این فیکره، از این ملت، یکی از اونها اهل سنت که 43 سال اهل سنت گرفتار تبعیض بوده.
و 43 سال پیگیری هم شده است، از طریق گفتمان پیگیری شده، از طریق مذاکره پیگیری شده، از طریق حضور در صحنه‌های انتخابات. و اینکه اهل سنت با اینکه نظرات متفاوت دارند در میان اهل سنت موجوده، ولی همه منسجم شده وقت انتخابات. یعنی انتخابات اینطور نبوده که مردم بلوچستان یک سازه بزنن، مردم کردستان دیگه سازه بزنن، مردم خراسان زمین، مردم گلستان، مردم استان ساحلی و جنوب و مردم اهل سنت داخل شهرهای بزرگ، همه اهل سنت مناطق مختلف، همه در وقت انتخابات منسجم می شده، رای برنده را هم داشتن. و برای آن که اینها می خواستن تبعیض را پشت سر بگذارن، فشارهای مذهبی را می خواستن پشت سر بگذارن. و نمیگیم که آزادی نداشتن، آزادی مذهبی هم داشتن، ولی فشار مذهبی هم داشتن در کنار است. در همه جای کشور بالاخره فشار وجود داشته. همین مصوبه که شورای انقلاب فرهنگی مصوبه کرد که اهل سنت همه به بالاخره برای اونها برنامه ریزی درست کرده، مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگان مقام رهبری در مناطق سنی نشین به نام اونها پیشنهاد داده شد. ولی خدا بدانه از کجا بود که بالاخره اداره و نظارت شکل بگیره، نه نظارت به نام ساماندهی اول بود، بعد مدیریت و برنامه ریزی، یعنی مدارس و امور مذهبی اهل سنت از جای دیگه اداره بشه، برای اونها برنامه ریزی بشه. خیلی امتحان بزرگی بود، خیلی آزمایش بزرگی بود. و این برخلاف اصل 12 قانون اساسی این مصوبه است. و این مصوبه واقعا ظالمانه بود. این مصوبه اهل سنت یکی بالاخره از بزرگترین شاخه های اسلامی هست و یکی از بزرگترین بالاخره مسلمانان، جامعه مسلمانان، همه مذاهب اسلامی که به اسلام نسبتا بزرگترینشون اهل سنت. و شما چگونه این آزادی را و ما را مختل می کنید و به دست کسان دیگری این مدیریت را میدید؟ مدیریت مذهب در دست خود اهل سنت باشه. امور مساجدشون و مساجد باید خودشون اداره کنن، خودشون امام را که بر پشت و نماز میخوانن تعیین بکنن. و این یکی از فشارهای سنگین بود. ما در این بسیاری از علما به زندان رفتن و بسیاری جا فشار وارد شد، بازداشت شدن، هرچه نامه نوشته شد و پیگیری شد. به هر حال نتیجه را که ما باید بگیریم نگرفتیم. و من همه جای کشور اهل سنت موجوده. ما برای ساختن مسجد مشکل داشتیم. مثلا همین اهل سنت 3000 نفر بلوچ در زلزله بم کشته شد، آماری که ما داریم. و 3000 نفر معلوم میشه که توی بم چقدر بلوچ زندگی میکنه. یکی از شهرهای گذشته بوده که خیلی بلوچ اهل سنت، ولی یک مسجد هر چه تلاش کردی یک مسجد بسازی نگذاشت. توی کرمان چقدر، توی یزد، توی اصفهان، توی تهران، تمام این شهرها اهل سنت داره. و برای نماز
جای نداشتم، پریشان بودم. نمازخانه اجاره بکن، جای اتاق بگیر، سالن بگیر. و همین مامورین پلیس امنیتی یا ماموران مخفی امنیتی دنبال بوده، همیشه خوف و ترس نماز برگزار میکرد. کجای دنیا چنان کاری است؟ این همه قره خاکی با این گستردگی فشار نیست. بعضی میگه شما چه فشار؟ هر وقتی که ما صحبت از مسجد میکنیم جزوه آماده میگه شما اینقدر مسجد در کشور دارید. بابا این مساجد شما میری مسجد روستایی را حساب میکنی که اونجا تو فلان روستا 2 مسجد 3 مسجد. شما توی تهران چند مسجد گذاشتی؟ توی شهر بزرگ کجا گذاشتی؟ قسم خوردیم ما، قسم اسم جلاله که بابا این به نفع جامعه شیعه، این به نفع حاکمیت، به نفع نظام شما بگذارید مسجد درست کنم در محله که اونا هستن، در گوشه از شهر مسجد درست بکنن، نماز بخونن. و اخیراً همین زودی ها هم فشار سنگینی وارد شد و فریاد زدیم. ما رفتیم تهران، یک بار 1 هفته نشستیم، یک بار 10 روز نشستیم، درس هم داشتیم و رفتیم ملاقات کردیم که شما اهل سنت بگذاری نماز بخونه. اونی کسی که نه، همه سنیه نماز نمیخوانن، کوتاهی دارن، تقصیر دارن، ولی اونی که نماز میخوانه ما کمکشون میکنه که نماز بخونه. و این مشکلاتی که این جامعه اهل سنت داشته و در استخدام ها، امور استخدامی کشور، هر چه تلاش شده تا حالا در مراکز استانها، در مراکز مدیریت مراکز استانها، در مدیریت کشور، تا ما این مسئله را مطرح میکنیم، میگن که شما توی شهرستان ها فرماندار دارید، مسئول دارید. درسته در همه جای کشور توی شهرستان ها اهل سنت نداره، ولی توی بلوچستان دارن، توی بعضی جا دارن، توی کردستان ممکنه داشته باشن بعضی مناطق، ولی همه جا اهل سنت را نگذاشتن. توی خراسان 1 فرمانداری نبوده، توی استان توی جنوب کشور خیلی محدود و در گلستان هم محدود و 1 استاندار شما نگذاشته، 1 وزیر نبوده. اینا من مطالبه بیان میکنن که بعض مسئولان هم نمیدانن که آقا میگن که یعنی چه تبعیض، کجای تبعیض؟ بابا شما میخواید بشنوید تبعیض را، بیایید از ما که گرفتار بودیم بپرسید. هر دولت را که در دوران اصلاحات و الان در دوران اصولگراها ما حمایت کردیم، رئیس جمهور را اهل سنت را دادم، بعد رفتی تهران نشستیم. آقا چنه بزن که وزیری بگذار، وزیر زنی بگذار، وزیر از اقوام مذاهب بگذاری، معاون رئیس جمهور از اقوام مذاهب. و ما برای این چنه زدیم و واسطه گرفتیم، به زنان متوسل شدیم. بعضی همیشه زنهایی که بالاخره تاثیر دارن، زنهای خانواده های بزرگان قوم متوسل شدیم، بزرگان قوم متوسل شده، هیچ نتیجه نداشته. 43 سال الا 44 ساله گذشته، همین تبعیض در قسمت زنان بوده. نگی تنها اهل سنت، میگی تبعیض در سطح کشوره، در بعد زنان که بالاخره وزیر زن به کار نرفته، زنها با اون جایگاهی که داشته باشن نداشتن. در بعد دانشگاهیان هم شکایت داشتن که به هر حال بسیار مغزای متفکر در دانشگاه رشد کرده، بسیار آدمان توانمند و بالاخره اونها مورد تبعیض قرار گرفتن. تبعیض در جامعه شیعه، تبعیض در اقوام، تبعیض در مذاهب و همین گزینش‌ها که در کشور آمده
این گزینش این امروز این نابرا فریاد همین علتش همین گزینش ها. شما کسانی را از این گزینش ها قبول کردند و پذیرفتند که تظاهر به اسلام کردند. برو مسجد، برو تو یک مراسم مذهبی شرکت کن و راهپیمایی بیار جلو حرکت کن و تظاهر به انقلاب کردن، تظاهر به دین کردن. همین هایی که بعد اختلاس هم کرده، اونایی که دیندار واقعی هم حرف نداره، اونایی که شایستگی واقعی دارن حرف نداری، ولی همین هایی که با رابطه رفتند و پست گرفتند و اونهایی که با تظاهر به دین، تظاهر به تقوا، تظاهر به اینکه انقلابیان رفتن پست گرفتن، همینایی که اختلاس کردن، همینایی که شطور را به بار بردن و کشور را امروز به اینجا رسوندن که خزانه ها را خالی کردن. بازه نمیگم که همه اینطور بودن، نه، افراد بوده که امانتداری را رعایت کردن، اما فساد گسترده بوده در بدن کشور، در ادارات فساد گسترده و او افرادی که شایستان توانمندن و اگر اونها بکار گرفته می شدن، اگر این سختی ها در گزینش در سطوح مختلف که گزینش شده برای مدیران، انتخاب مدیران کشور و انتخاب ریاست جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس، اگر اینها به این انداز به این صورت نبود، بر اساس شایستگی، بر اساس توانمندی، بر اساس لیاقت بود و این دایره را تنگ نمی کردم. بارها ما گفتیم که دایره را تنگ نکنید، دایره را وسیع کنید، بگذارید انسانهای اگر در دیانت ضعیفند ولی وجدان داشته باشند. کشور بدون تکثرگرایی اداره نمیشه، کشور محدود میشه و به هر حال این سبب شد که این همه موارد تبعیضاتن و فشار بر کسانی که در عرصه های سیاسی کار کردن ایجاد محدودیت برای اونها و بر احزاب و تحزبگرایی در کشور نبوده. اگر تحزبگرایی حزبای موجود هیچ تأثیری توی کشور علیه هیچ حزبی نیست. این حزبا فعالیت نداره، حق آزادی که بیان بکنن، انتقاد کنن از وضعیت کشور و بالاخره حزب در ایران وجود نداره که اینجا بتونه تأثیر گذار باشه، تشکل و این فشارها سبب شده. فشار در زندگی، فشار اقتصادی چه اندازه سنگین بوده و این فشارهای اقتصادی بنده بارها عرض کردم که این مشکل اقتصادی ریشه‌اش به مسائل سیاسی هست. اگر کشور به مشکلات سیاسی داشته نباشه، مشکلات اقتصادی نخواهد داشت. پول ارزش پیدا میکنه و پول سقوط نمیکنه، اقتصاد مشکل پیدا نمیکنه. اینها سببی که امروز مردم فریاد آزادی میدهند، فریاد عدالت میدهند، زنان فریاد میکنند، دانشجویان، جوانان، نسل جدید و طبقات و طیفهای مختلف ملت و مسئولان نظام، مسئولان کشور این درد مردم ها،
این فریاد مردم را و این ناله ملت را، ملت ایران را دریافت کنند. تمام توی همه دنیا وقتی که اعتراضات در یک کشور شکل میگیره می نشینند با اونا صحبت میکنند. هیچ جای با گلوله جواب نمیدن، با مشت آهنی جواب نمیدن، توی دهن مردم نمیزنن، هیچ جای مردم جمع نمیکنن، نمیبرن توی زندان ها. و ما دل سوزانه که عرض میکنیم که همه جای دنیا می نشینم با اونها و منتها عجیبه. بالاخره یکی از منتقدان هم بودم در گذشته هم، حالا و انتقاد من دلسوزانه بوده. همه مسئولان هم میدانن که من دلسوزم و خیرخواه هستم و من یادم نیست که کسی بیاید با من بشینه، از مرکز کشور کسی بیاید، از مراکز قدرت، از مراکز تصمیم گیری کسانی بیاید که این مشکل که شما میگید چیه، شما این مشکل توضیح بدید. و هیچ کسی از من سوال نکرده و من مطمئنم که از اونهایی که حرف رک بزنن، حرف بگن، از اونها هم سوال نشده، اگر شده خیلی کم. با این زندانی هایی که اینهایی که علی زندانی های سیاسی توی کشور زندان هم، با اینها اگر رفتن صحبت کن که مشکل کجایه، شما اعتراضتون چیه و چرا شما نقد کردید، انتقاد کردید، بشینم با اونا صحبت بکنم. روی ما احساسمون در گذشته این بوده که اراده نیست، گوشی که بشنود نیست و روی این الان هم من بنده ندام همینه به مسئولان امر که مشکل وجود داره، مشکلات در لایه‌های مختلفه، در طبقات مختلفه، در مسائل مختلفه و این مردم کسانه آمدن خداییش هم اینه که مشکل داره. من هیچ وقت نفی نمی کنم که دشمن دست نداره، دشمن تحریک نمی کنه، ولی اگر مشکل نبود دشمن هیچ کاری نمیتوانست بکنه. دشمن مشکلات وجود داره و لحاظا دشمن هم میتونه مشکلات برجسته کنه، ولی این مردم ایران، این ملت ایرانی که الان قریب به 2 ماهه که همین ناله مردمه و فریاد مردمه و من توصیه مانه که صدای این مردم، فریاد این مردم را بشنوید. این مردم ایرانن، این ولی نعمتن. همه ما ایرانی هستیم، همه ما از یک سرزمینیم و همه ما همدردیم. حرف اینها را گوش کنید، زندانی های اینها را آزاد کنید از زندان. اینهایی که در این خیزش اخیر دستگیر شدند و زندانی هستند، اونهایی که قبلا به زندان ها رفتند، اونهایی که در 98 به زندان رفتند.
در مقابل اراده ملت ما تسلیم بشیم. نگذارید که قضیه روز به روز بحرانی تر بشه و بالاخره کار به جای برسه که گریز از دین گریزی توی کشور بیشتر بشه، نفرت از علما بیشتر بشه. حالا این حرکتای جدیدی توی کشور که همین به نام امام فرانی همه را نگران کرده است و این نشان آنه که مردم ناراحتی پیدا کردن، ناراحتن، انتظار داره از علما. وقتی توقعشون برآوردن نمیشه اینطور برخورد میکنن. لحاظا این مسائل مهمی هستند توی کشور و بشینن مسئولان و ببینن ملت چی میخواهد، اراده ملت چیه و همه ما تسلیم بشید در مقابل اراده ملت. توصیه بنده همینه که اعتراضات حق مردم میدانیم ما که حق مردم اعتراضه که ما حق مردم میدانیم اعتراض سالمه. جمعه گذشتم گفتیم ما این حرف تکرار میکنیم که هیچ معترضی حق نداره به اموال شخصی به اموال عمومی حمله بکنه، به حرمت مردم حمله بشه. اعتراضات باید توی دنیا اعتراضات سالم اعتراض میکنن و حتی پلیس هم اطرافشون نیست، خود مردم نظم رعایت میکنن، خود مردم هم که دست کسانی را که میخواهن و به هر حال نقصان برسانن جلو میگیرن. و توصیه ما همینه در سطح کشور که مردم به گلوله های جنگی مورد هدف قرار ندن. مامورین واقعا بعض صحنه هم که انسان میبینه و بدون اختیار هم گریه میکنه. میبینه که بچه های کشته میشن، زنهای مورد حمله قرار میگیرن و یا صحنه‌های دلخراش هم بعضی که نسبت به معترضان انجام میگیره. لحاظا نه معترضان تعرض بکنن و به پلیس، نه معترضان تعرض بکنن به اموال، نه پلیس به مردم. و لحاظا اعتراف باید این نکته را توجه داشته باشند که مردم تلف نشن، مردم کشته نشن. و این خیلی امروز زمان عصر تمدن هست، عصر فرهنگ، عصر گفتمان. ما دروازه گفتمان را باز کنیم، ما دروازه مذاکره را باز کنیم. ما امروز عصر شنیدن ندای مردم توی دنیای، عصر جنگ نیست. جنگ و کشتار نقصان و ضرر داره و روسیه که حمله کرده در اوکراین و کشتار مردم مظلوم اوکراین خیلی خسارات بزرگ برای مردم روسیه داره و در سطح دنیا، در سطح بین المللی
در دل مردم نفرت پیدا شده از این جنگ و به ضرر امروز، به ضرر روسیه هست. ما هم دلسوزانه به روس ها که همسایه ما هستند و نزدیکند توصیه میکنیم که هر چه سریعتر این جنگ تمام بکنند، به پایان برسند و نیروهای خودشون را خارج کنند از سرزمین اوکراین. مردم اوکراین در حد وسیع تلف میشن و این شایسته نیست. اینا بندگان الله هم الله ناراض میشه و هم خلق خدا و مخلوق خدا. و توصیه ما اینجا به مسئولان امر و به نیروهای مسلح آنه که شما نیروی مردمی بودید و امتیازی که در گذشته یاد می کردیم که همین بود که نظام مردمیه، نیرو مردمیه و لحظه ما به مردم برگردیم، به مردم توجه کنیم و هیچ وقت مردم نکشید. اخیراً صحنه در ایزا خوزستان منتشر شده بود که واقعا خیلی تکان دهنده بود. 2 طفل اونجا تلف شدند و در مناطق کردنشین، در مناطق دیگر مختلف کشور و این مناطق مختلف کشور لحاظا همه انسانها مناسب نیستند برای کشور ما، برای نیروهای ما، برای مردم ما و لحاظا بالاخره مردمی ما بیشتر فکر کنیم و مسائل را از راه گفتمان، از راه مذاکره، از راه شنیدن صدای مردم این مسئله حل و فصل بشه. مجدد توصیه می کنم که او دانشجویانی را که تعلیق کردید اونا را اجازه بدید به دانشگاه برن درس بخونن. دانشگاهیان از بهترین کشورهای ما هستند و امید آینده ما، ملت ما و آینده سازان این کشوران. آینده کشور دست همین دانشجویان و دانشگاهیان اداره میشه. با اینها با خوبی رفتار بشه، با زنان جامعه که احترام دارن، محترمن، حرمت دارن و با حرمت برخورد بشه. و به هر حال یاد و خاطره کشته شدگان 98 را گرامی می‌دارم و مولانا کوهی که هم در رابطه با اعتراض به همین مسئله بازداشت شده و به هر حال از زندانی‌های سیاسی هست و یکی از علمای دلسوزی حرفایی که زده هم روی دلسوزی خودش میگوید که زده است. ما هم گمانمون همینی که روی دلسوزی بوده. حالا احتساب کرده در زندان برای آنکه و زندانی یک قسمت از زندانی که تمام بشه آزاد میکنن و مولانا کوهی را آزاد نکردن. از این امتیاز به ایشون تعلق نگرفته، شرط های گذاشتن و او شرط را قبول نکرده و لحاظا زندانیش ادامه پیدا کرده و ایشون اعتراض داره و الان روی این احتساب کرده است و ما هم خواسته من همینه که مولانا کوهی را آزاد کنید. در رابطه با وفد اعزامی که آمد آخری ارزمن وقتیات رفته است، به هر حال در همین شکایاتی که به تهران شده و به مقامات بالا و به مقام رهبری
بهرحال هیئت اعزام کردنشون و هیئت اینجا آمده برای رسیدگی آمدن تو این مسئله و انتظاراتی که ما مردم داشتند از این هیئت همین بود که به هر حال به جای اینکه جلسه در یک اداره و در یک جای دیگه صورت بگیره هیئت بیایند در دارالعلوم زاهدان و این خواسته مردم بود، خواسته خانواده شهدا بود و مشورت همه طبقاتی که با اونها این مشوره شد همه گفت عرف دنیا همینه که کسی جایی برای حل قضیه میره یا آفت آسیب نقصانی پیش آمده اونجا میره و به همون آسیب دیدگان میرن سر میزنن اونها را تسلیت میگن برای تسلی انتظار همین بود که اینها هیئت اینجا تشریف بیاره و حرفش را هم بزنه پیامش را هم بگه و طرف مقابل هم حرفش را بزنه و بهترین صورت و شکلش همین بود تقاضای عرف بود و حالات اینجا همین خواست هم مردم بود خواست بنده نبود بلکه خواست همه مردم این نگفتن که باید همین طور بشه و اینا اینجا تشریف بیاورن و این انتظارات برآورده نشد و به هر حال اون چی که مهمه من اینجا بگیم که ما اهل گفتمان هستیم و هیچ وقتی گفتمان و مذاکره را نباید رد بکنی همینی که ما الله تاکید میکنیم که مسئولان هم به گفتمان بیاید ما معتقدیم که ما همه بشینیم با هم صحبت بکنیم گفتمان و مذاکره درسته البته یک چیزی بگیم که ما هم اهل گفتمانیم و هم اهل تعاملیم ولی اهل معامله نیستیم بعض آقا پیش داوری کردن که اینها می نشینن با این هیئت و معامله میکنن خون شهدا را گرفتاری های ما را بسیاری از ایرانیان گفته که اینها می نشینند با هیئت و یا تطمیع میشن یا تهدید میشن و بالاخره تن میدن به معامله و این پیش داوری اشتباهه ما نه تهدید را ما میپذیریم و نه تطمیع را میپذیریم اگر همه کره خاکی را به ما بدن و اعتقاد و ایمان ما هست که ما اهل معامله نیستیم ما یک سری مو اعتقاد ما اینه که ما از حق تجاوز نکنیم از واقعیت نگذاریم از راه درست نگذاریم حق همه را ما در نظر میگیریم حق همه را حتی میگه که دشمنه حقش هم ضایع نشه و این پیش داوری ها و ظن و گمانه همه اشتباه بود و هیئت که اینجا آمده مهمان بودن اینجا بالاخره اون مهمان که میاد اینجا هم حرمت داره که اینجا آمدن و آمدن برای حل این مسئله و ما با این هیئت گفتیم با اینها بالاخره یک جای ملاقات هم داشتیم و با این هیئت گفتیم که ما پیاممون همین بود که مردم امروز به وعدات هیچ دل نمیبندن نه حرف وعده های من هم قبول نمی کنن نه وعده کسی دیگری را قبول می کنن بلکه مردم به عمل نگاه می کنن
و بهترین راه اینه که شما به وارد عمل بشید و هر عملی را که شما انجام بدیدم خدا میبینه، هم مردم میبینن و اینطور نیست که کسی کاری بکنه و مردم بگن نکرده است. لحاظا بهترین راه عمله. شما عمل بکنید، ما هم وظیفه مونه که شما عمل درست بکنیم. میگه مردم بعضی قدم ها که در گذشته بوده ما گفته قدم ها مثبت یاد کردیم برای شما. آینده هر قدمی که به وسیله توصیه این هیئت برداشته بشه ما میگیم که آقا این عمل اینا کرده. آنچه که و الا هیئت مهمان ما هست، ما هیچ وقت به هیچ مهمان نه توهین میکنیم و بالاخره نه به احترامی به کسی داریم. این خواسته مردم بود، مردم گفته که اینا با اینجا بیاین اور فمینه دل ما تسلی بشه و ما امیدواریم که انشالله هیئت که آمده آینده ببینیم که چه حملای. البته این اعمال این مسئله در رابطه هیئت برای رسیدگی کل نیامده بود، هیئت برای همین حادثه خونین جمعه خونین زاهدان و خاص آمده بود. این رسیدگیش در همین حده که این خواسته مردم که این محکوم بشن و قاتلان مجازات بشن، کسانی که اینا را امر کردن، کسانی که اجرا کردن این قاتلان مجازات بشن و خسارات مالی و جانی جبران بشه. اینها برای همین خاطر آمدن. اون مسائلی که من میگم تبعیض و آزادی، اون مسائل ملی، خیلی از این مشکلات ها ملی هستند، خیلی مسائل منطقه‌ای هم هست، مناطق مختلف و اقوام و مذاهب مختلف مشکل دارن و اینها مال سطح کشورن و اونها را مگر کشور رسیدگی بکنه و در سطح کلان رسیدگی بشن و اونها به جای خودشون باقی هستن. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بکنه و این حادثه که پیش آمده بود، والده جناب مفتی محمد قاسم حفظه الله مفتی دارالعلوم زاهدان و همچنان دکتر عبیدالله که اخویشون هست، والدهشون در گذشته دیشب و به هر حال نه هر دوتا مدرس و استاد و همکاران بسیار ارزشمندی هم که اینجا خدمت میکنن و ما این به هر حال حادثه ناگوار که برایشون پیش آمده که در گذشته والده و واقعا سنگینه، در گذشته والدین به این عزیزان از جانب خود و از جانب همه جماعت تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم الله تعالی به همه فرزندان این مرحوم و نزدیکان که داغ دارن و از الله تعالی برایشون رفع درجات و برای همه بازماندگان اجر و صبر میخوام. انشاءالله بعد از نماز چند جمله دعای هم برایشان دعا میشه، برای هم خانواده مرحومه جناب مولانا محمد عیسی شاهنوازی رحم الله، یکی از علمای سرشناس استان بود که خانواده ایشون تازه درگذشتن و درخواست دعا هست و حاج محمد بخش که یکی از عزیزان تبلیغی و یکی از صالحان زاهدان بودم درگذشتن و درخواست دعا شده. انشاءالله پایان برای همهشون دعا میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد.